مرد از راه می گذشت و ناگاه توجهش به طفلک جلب شد که روی یک سنگ گریه می کرد. مرد نزدیک شده گفت: پسر جانم، چی چیز تو را وادار به گریستن کرده است؟ پسر که یاد خیالش به کار بند بود جواب نداد. مرد باشد دوام داد: بازیچه‌ات را گم کردی؟ طفلک با اشاره سر جواب این کار نمود. مرد باز پرسید: یگان مال قیمتت را گم کرده ای؟ طفلک با چشمان معصومش نظر به مرد کرد و گفت: بله. مرد گفت: بگو ببینم چیست ای مال قیمتت که گمش کرده ای تا او را برایت دوباره برقرار کنم. پسرک گفت: یقینا مطمئنی که برقرار کننده مال باشی که من گم کرده ام؟ گفت: آره، چون خیلی ثروت زیاد دارم. پسرک با اشک 6 قطار نگریست و گفت: ای عمک، مادرم را گم کردم. قیمتترین شخصم را گم کردم. او را به من برگردان. مرد به مجرد شنیدن این سخن دیگر اشکش را داشتن نتوانست و به اختیار گریه کرد و هنگامی که اشک در گرد چشمانش حلقه زده بود، هنگامی که گریه گلوگیرش کرده بود، گفت: پسر جانم، من طول 40 سال است که در جستجوی همین قیمتترین نعمت هستم، ولی 100,000 افسوس که هیچ نتوانستم بر عوض همه ای مال و ثروتم دوباره پیدایش نمایم. برفتی از برم مادر چی چاره، غمت سوخت پیکرم مادر چی چاره. به امید نظر بر در کنم لیک، نبگشایی درم مادر چی چاره. برفتی مادرم ماندی نشانه، به قلبم درد و داغ جاودانه. برفتی لذتی عمرم ببردی، و هم بردی تو از ما نور خانه. برفتی وقتی رفتن گفتی جانم، دوام عمر خود را با تو مانم. به راهت می روم تا زنده هستم، ایا ای مادری پر آرمانم. به قدر مادران برسید دوستان عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.